که این قسمت رو زدی قسمت رو براتان بالا میاره. یه قسمت کپی کردن، حذف و موارد بیشتر که توی 3 نقطه براتان میاره. من قسمت کپی کردن رو میزنم، یکی دیگه هم برای مکانم به تصویر اضافه میکنم. همینطور نوشتارم دورش که بنفش افتاد یه کپی میزنم، مکانم اضافه میکنم. ما به یک تصویر کبوترم احتیاج داریم. گفتم که قسمت موارد رو که انتخاب کنید کبوتر و گل لاله رو داره. مشاهده موارد بیشتر، عکس یکی از کبوترها رو انتخاب میکنیم. گفتم این قسمت دایره مانند رو بزنید. این قسمت دایره مانند رو بزنید. میتونید کبوتر رو کوچیک یا بزرگ کنید. از قسمت موارد مجدد ما گل لاله رو میزنیم. گفتم برای اینکه تصویر بیفته پشت صفحه از موقعیت به این شکل استفاده میکنیم. حالا ما یک تصویری از تشییع شهدای گمنام رو احتیاج داریم که قسمت گالری مجدد یک تصویری رو که قبلا ذخیره زدیم به صفحه اضافه میکنیم. وقتی که تصویر تشییع شهدای گمنام رو اضافه کردیم این قسمت پس زمینه مجدد پس زمینه تصویر رو حذف میکنیم و قسمت موقعیت یا خورده این موارد رو جدا میکنیم که گل لاله ها مشخص بشه به این شکل. چون ما میخوایم پلاک بالای متنمان باشه، بالای عنوانمان باشه که زیباتر بشه. حالا اینا رو که انتخاب کردیم میتونیم المان‌های دیگه‌ای هم هر طوری که به سلیقه خودتان هست به تصویر اضافه کنید. اینجا میتونیم چند تا ابر رو هم اضافه کنیم به تصویر که تصویر از اون خالی بودن خارج بشه. این قسمت پایین هم که خالی هست شما میتونید آرم ها و نوشته هایی رو که مختص کدام اداره است بهش اضافه کنیم یا اینکه المان های دیگه ای رو که خودتان دوست دارید اضافه کنید. مثلا من دایره زرد یا دایره نور رو میزنم. دایره نور رو که انتخاب کردید به پشت زمینه اضافهش میکنیم. قسمت موقعیت عکس رو پشت صفحه میبریم.
به این شکل. پوستر ما تقریبا آماده شد. حالا برای ذخیره سازی پوستر این قسمت بالا، این فلشی که نشان داده رو انتخاب می‌کنیم. بعد قسمت بارگذاری و در اینجا به ما میگه که به چه شکلی میخواید تصویرتان رو ذخیره بزنید. ویدیو باشه، PNG باشه، JPG باشه. این قسمتی که فلش رو به پایین هست رو شما انتخاب میکنید. اینجا براتان میاره که به چه صورتی. ما اینجا میتونیم چون میخوایم به صورت پوستر باشه JPG رو انتخاب میکنیم و قسمت بارگذاری رو میزنیم و تصویر برای ما ذخیره میشه در گالری. ذخیره در گالری انجام شد.